بسیاری از مردم فکر می‌کنند دبی یک کشور است، اما این یک اشتباه رایج است. بیایید این موضوع را خیلی ساده روشن کنیم. دبی بخشی از کشوری به نام امارات متحده عربی است که به اختصار UAE گفته می‌شود. امارات در خاورمیانه قرار دارد و یک کشور مستقل است، درست مثل چین یا هند. این کشور از 7 امارت تشکیل شده که هر امارت شبیه یک ایالت است و توسط یک شیخ اداره می شود. دبی یکی از همین 7 امارت است. در داخل آن شهری به نام دبی هم وجود دارد که به خاطر آسمانخراش‌ها، خرید لوکس، گردشگری و تجارت جهانی مشهور شده است. به همین دلیل خیلی ها فکر می کنند دبی کل کشور است، اما امارت مهم دیگر ابوظبی است. ابوظبی بزرگترین امارت و پایتخت امارات محسوب می شود. رئیس جمهور و نهادهای اصلی دولت در همین شهر قرار دارند. پس به یاد داشته باشید، دبی کشور نیست، امارات کشور است و ابوظبی پایتخت آن.